پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که هر زنی که 5 وقت نمازش را ادا کند و روزه ماه شریف رمضان را روزه گیرد و شرمگاهش را از یعنی حرامی ها، از زنا و فحشا نگه دارد و شوهر خود را اطاعت کند، شوهر خود را حرمت کند، احترام کند، در روز قیامت به سوی اون زن گفته میشه از کدام در جنت میخواهی داخل جنت شو. یعنی ببینه که در این حدیث پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که هر زنی که 5 وقت نماز خوانه، ماه رمضان روزه گیره و شرمگاهش از حرامی ها نگه داره و شوهرش اطاعت کنه. ببینید که شوهر اطاعت کردن در برابر امرهای فرض آمده است که هر زن اینها را داشته باشه، در روز قیامت و سوی این زن گفته میشه است که از کدام دری میخواهی داخل جنت شو. یعنی زنی که شوهرش اطاعت نکرد، شوهرش آزار داد، شوهرش سخنهای قبیح و بد گفت، فهمیده میشد که از این وعده، از این بشارت، از این خبری خوش اون زن محروم و بی‌نصیب است.